سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 4 اکتبر است. با جمعی همکاران از دوشنبه و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز در برنامه این موضوع را داریم. در روز اول نشست ورشو اوید به وضع حقوق بشر از تعقیب و فشار علیه مخالفان حکومت تاجیکستان و فعالان گفتند. تاجیکستان تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است. تحقیقات رجای آزادی آشکار کرد که یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان شرکتی عظیم داروفروشی بنیاد کرده است و از سوی دولت حمایت می شود. و جمع آمدی صدها سرمایه‌گذار و نمایندگان سازمان‌های جهانی در تاجیکستان چی نتیجه داد؟ ارزش عمومی این حجت‌ها در مجموع زیاده از 700 میلیون دلار آمریکایی را در بر می‌گیرد. دیروز در شهر ورشو نشست سالانه وضع حقوق بشر آغاز شد. در این نمایش از فشار بالای فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان، بستن سازمان‌های جمعیتی در بدخشان و مسائل دیگر گفتند. نمایندگان مقامات در نشست شرکت نداشتند، اما سالهای قبلی در این جلسه ها میان نمایندگان مخالفان و حکومت تاجیکستان رد و بدل‌های شدید صورت می‌گرفت. خیرامان بقازاده از جلسه اخیر گزارش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا از فشار بالای جامعه شهروندی در تاجیکستان عمیقاً نگران است. در این باره 3 اکتبر در روز اولی جلسه ارزیابی‌های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو سفیر آمریکا مایکل کوزاک اظهار نظر کرد. در متن سخنرانی او که در وبسایت سفارت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شده است، کوزاک میگوید آنکه در تاجیکستان حکومت به طور پیوسته جامعه شهروندی را هدف قرار می‌دهد و بعد ماه مارس سال 2022 سازمان‌های جمعیتی بخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان را مجبور می‌کند که بسته شوند، مورد نگرانی عمیق ما می‌باشد. ما از حکومت تاجیکستان تقاضا می‌کنیم که ساختارهای قدرتی به قانون پایبند بمانند و از حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی دفاع کنند. در روز اول جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که درش برای هم نمایندگان حکومت و هم جامعه شهروندی و فعالان باز است، اینچنین یک نماینده سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سخنرانی کرد. رستم رحمتوف نماینده این سازمان در آلمان از انتخابات چون یک معرکه دموکراتی یادآور شد که به گفته او در تاجیکستان رعایت نمی شود. رحمتوف همچنین از سرنوشت نامزدی پرزیدنتی سال 2020 فراموز ارگاشف یادآور شد که در پی سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 30 سال زندان محکوم گردید. جلسه ورشو سال یک بار برگزار می شود و در گذشته صحنه کشاکش میان هیئت‌های حکومت و مخالفان تاجیک شده است. امسال شرکت هیئت دولتی تاجیکستان در این جلسه که معمولاً برای بررسی وضع مسائل مثل آزادی‌های بنیادی، وضع سازمان‌های دموکراتی، تحمل پذیری و تبعیض و حاکمیت قانون برپا می‌شود، معلوم نیست. ولی به اطلاع علیم شیرزمانوف، یک نماینده مخالفان در اروپا، در جلسه حاشیوی قرار است با تشبث 3 تشکیلات فعالان تاجیک، انجمن آزاداندیشان تاجیک، مرکز تاجیکستان عاید حقوق بشر وینا و فوند بزرگمهر یوروف موضوع سرکوب وحشیانه مخالفان تاجیک در داخل و خارج بررسی شود. همکارم خیرامان بقازاده روز اولی نشستی ورشو را جمع بست کرد. روزهای آینده قرار است تحقیقات نوی حامیان حقوق درباره ناپدیدشوی مجبوری در تاجیکستان معرفی شود. آن را استیو سویردلوف، یک فعال حقوق بشر و گروه حامی حقوق انسان آماده کرده است. سویردلوف پیش از برنامه با رجای آزادی صحبت داشت. نخست از او درباره سبب راه آوردنش به این موضوع پرسیدیم. 3 سال پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قرار رسید که مفهوم شکنجه را وسیع‌تر شرح داده، حالتهای ناپدیدشوی مجبوری را هم به آن وارد کند. این حادثه زمانی روی میدهد که مقامات شخص را حبس یا محکم میکنند و مدت او را نشان نمیدهند و نمیگویند که کجا است. ما نمیدانیم که او کجا است، با کی در معاشرت است و مورد شکنجه قرار دارد یا نه.
در حالتهای بدترین ما دیگر او را نمیبینیم. هرچند اطلاع رسمی درباره زنده یا مرده بودنش هم میتواند نشر نشود. این حالت را در مثال احسان آدینایوف فعال گروه 24 دیدیم وقتی سال 2015 در سنت پترزبورگ ناپدید شد. این نمونه برجسته این پدیده است. ما قرار کردیم که این مسئله را در تاجیکستان آموزیم چون که چنین یک تحقیقات تا حال نبود و تاجیکستان هم در میان آخرین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا است که تا حال اعلامیه بین المللی دفاع انسان از ناپدیدشوی مجبوری را امضا نکرده است. ما دعوت میکنیم که این سند را امضا و تصویب کند. سوال دیگر از استیو سویردلوف این بود که چرا حادثه های ناپدیدشوی را در تاجیکستان به 3 مرحله جدا کرده است؟ از سال 2002 تا 2012 دوره اول است بعد از جنگ داخلی. این زمان بسیار مهم آغاز فشار به مخالفان سیاسی است که از قضیه های ناپدیدشوی محمد روزی اسکندروف، نظام خان جورایوف، شمس الدین شمس‌الدینوف شروع می شود. مقامات می شود گفت که در این دوره راه ناپدیدشوی انسان را یاد گرفتند. استالین گفته است که انسان نباشد مشکل هم نیست. در این دوره مقامات دیدند که جامعه بین المللی چندان زیاد گپ نمیزند و چیزی زیاد را نمی بیند. این یک وسیله بسیار مناسب و مفید سرکوب‌های سیاسی شد. زمینه گذار مرحله دوم شد. مرحله دوم سالهای 2012 تا 2022 را در بر می‌گیرد و در این دوره مثال‌ها خیلی مختلفند. محقق الکساندر صادقوف وقتی تحقیقات در پامیر ناپدید شد، بسیاری از فعالان گروه 24 و هم اعضای عائله‌های حزب نهضت اسلامی هم بودند. اسم گزارش ما او برای آزادی جان داد اقتباس از مادر احسان آدینایف است. وقتی من با او مصاحبه کردم او گفت که پسرش برای آزادی و فعالیت صلح‌آمیز سیاسیش جان داد. و مرحله سوم این بحران پامیر است. متاسفانه سال 2022 این حادثه ها پیوسته رخ میداد و برای مقامات این یک حالت عادی بود که یک نفر ناپدید شود یا او را مدت در انزوا نگاه دارند و مقامات از این وسیله تقریبا در هر حالتی وابسته به حبس فعال پامیری ها استفاده کردند. آنها مدت ناپدید شده بعداً در مرافع دادگاهی دیده شدند و الکی امکان تحلیل حرف آنها و اتهام‌های ضد آنها وجود نداشت. چون این حالت‌ها به منفیت مرافعه‌های پرمشکلی دادگاهی است که همیشه به نقض حقوق انسان دست می‌زنند. از این رو ما از مقامات در تاجیکستان دعوت می‌کنیم که اعلامیه بین المللی حفظ انسان‌ها را از ناپدیدشوی‌های مجبوری امضا و قبول کنند. بیننده عزیز، همکاران ما نشستی ورشاو را پیگیری دارند و در برنامه‌های آینده گزارش‌های مفصل در این باره پیشنهادی شما می‌شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان داد پروینه، یکی از دختران رئیس جمهور امام علی رحمان که در نزد مردم زیاد ظاهر نمی‌شود، یک شرکت عظیم داروفروشی بنیاد کرده است. شرکت صفت فارما را که بنا به تحقیقات حکومت با قراردادهای سخاوتمندانه دستگیری می‌کند. بر علاوه این، اشرف گولوف شوهر پروینه رحمان که سفیر تاجیکستان در ترکیه است، منافع شرکت اویلویشان را در اینجا پیش می‌برد. خلاصه پژوهش گروه کارمندان رادیوی آزادی را در یک گزارش همراه می‌بینیم. پروینه رحمانова دختر پنجم امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس‌های اویلوی دسترس به جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرفت بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فارما را 2 می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینه رحمانova بوده تمام سهمیه‌های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فارما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانسته است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تا زمان نشر این پژوهش، صفت فارما از سال 2017 برای تامین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه‌های طبی با حکومت با ارزش 5,500,000 دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینه رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فارما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فارما از سال 2018 با ارزش 3,200,000 دلار به تاجیکستان دارواری و وسایل طبی وارد کرده است.
شرکت دختر امامعلی رحمان در سطح‌های بالاترین هم دستگیری می شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امامعلی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت‌های دیگر صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتور ایناتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پاندمی کووید 19 محض شرکت پروین رحمان برای شفاخانه‌های حکومتی دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی و داروواری آورد. صفت صناعت که شرکتی تابع صفت فرما است، لباس‌های کاری از جمله لباس‌های طبی استحصال می‌کند. مدیر کلی آن حاکم شاه ایدلیو است. در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحبکاران را به آفریدن جای‌های کاری در کشور دعوت کرد. من همچون صاحبکار فکر میکنم که باید که حس ملی همه صاحبکاران بیدار شود. آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروین رحمانووا حمایت میکند. او از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلر با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروین رحمانووا و اشرف گلوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گلووا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت طبابت را تأسیس داده است. بعداً شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه میداد که 4 شرکت تابع دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد $184,000 را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزاتی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند. بیننده گرامی، پژوهش کامل را با جزئیاتش میتوانید در سامانه‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی رادیوی آزادی بخوانید. هفته گذشته دوشنبه میزبان یک همایش بزرگ بین المللی بود که در آن امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بررسی شد. با گفته مقامات در نشست با مبلغ صدها میلیون دلار سند و سازشنامه‌های همکاری به امضا رسیده است. ولی این همه تا کجا به فضا و جلب سرمایه‌گذاری به کشور تأثیر خواهد داشت؟ اسکندر فیروز و امیری صویف گزارش می‌دهند. همایش بین المللی سرمایه‌گذاران دوشنبه اینوست 2023 بیش از 800 مقام دولتی و سرمایه‌گذاران و نماینده‌های سازمان‌های بین المللی مالی در آن حضور داشتند. جانب‌ها 48 سندی نوی همکاری به امضا رسانیده شدند و از آن ممورندوم‌ها و سازشنامه‌ها که 29 عدد آن را سازشنامه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند و ارزش عمومی این حجت‌ها در مجموع زیاده از $700 میلیون آمریکایی را در بر می‌گیرد. خبرنگار تاجیک زولفیقار اسماعیلیان میگوید به جلب $700 میلیون چندان باور ندارد. من مثلا چندین سرمایه‌گذاری خارجی می‌دونم که دعواش همین است که در تاجیکستان سرمایه‌هایی که سرازیر میشن حفظ نمیشن، موافق قانون حفظ نمیشن، یعنی که قوانینی که ما داریم برای همین امکانیت نمیده، بعد اونا به همین خاطر سرمایه‌گذاری نمیکنن. تحلیلگر اقتصادی عبدالله اشوروف یک مشکل جلب سرمایه خارجی را به موقع جغرافی تاجیکستان ربط می‌دهد که راه بحری ندارد و به طور مناسب به سرمایه‌گذاران کفالت حفظ پول آنها را نمی‌دهد. نظر کارشناسان مستقل درباره فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را شنیدید. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و گفتنی دارید، زیر این برنامه و همچنین صفحه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی بنویسید. فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. می‌نداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهدی حادثه شدید، لطفاً به ما نویسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.